اپشتین و جزیره فحشا. امروز تمام رسانه ها و مردم عادی آگاهی پیدا کردند از جنایت های سخت قدرتمندان سطح جهانی. با فضل الله تعالی امروز عیب جوینده هایی که اسلام را بد می دیدند و یا اسلام ستیز امروز فاش می شود و شده ایستاده است. قدرت رهبری کننده تمام دنیا را یک چند نفر به دوش داشته و مسلمانان را به هم جنگ می انداختند. ببینید جنگ افغانستان و سوریه و عراق و فلسطین و به مثل این صدها کشورهای دیگر را یک چند نفر جنایتکاران به جنگ می انداختند. کی چنین می کرد؟ بله، همان پدافیل های قدرتمندی غربیه که امروز ما و شما از این نوارها می بینیم. این باعث شرم برای مسلمان زیرک باید باشد، زیرا مسلمان زیر دستانی ابله کافر مثل بازیچه بود. روی حقیقی آنهایی که جهان را اداره می کردند معلوم شده و شده ایستاده است. از کفر دیده بدتر چیزی دیگری نیست. اما عقل انسانی یعنی آدم سالم مگر چنین نوارها را تحمل کرده می تواند؟ چرا یک دو دوز و پدافیل سالهای دراز در زندان باشند و سروری پدافیل ها حکمرانی کند و مردم مسلمان تمام کشورهای مسلمانی را بازیچه قرار دهد؟ چشمان مردم تا حال نمی بینند و یا به دیده ها باور نمی کنند. به چنین مردم آیت های پایان نازل شده است. اینهایند که الله لعنتشان کرده است و گوشهایشان را از شنیدن حق کار و چشمانشان را از دیدن راه هدایت کور ساخته است. سوره محمد آیت 23. جهان غرب با عیبجویی پیامبر اسلام آواره شده و تنقید ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم را می کرد و یا درباره حکمت های الله تعالی یعنی اجازت بودن چند زنگی را پایمال حقوق زنها می حسابید. اما سوال به میان می آید این چی ابلهی است که سروران شما امروز انجام می دهند؟ با الله و رسولش جنگ نکنید که مغلوب می شوید و شک در این نیست. آنان که همیشگی عیب مسلمانان می گفتند امروز صورت و سیرتشان را الله تعالی به طور کامل با فضلش به ما نشان داد. اگر این هم درس نشود پس آیات دیگر جواب می دهد. تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان راه نمایی. آواز خود را تنها به گوش کسانی توانی رساند که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان هستند. سوره نمل آیت 81. معلومات درباره اپشتین. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. جفری ادوارد اپشتین یک سرمایه‌دار و مالیه‌شناسی امریکایی بود که با عیبدارکنی های وزنین در جنایت های جنسی نسبت به نابالغان مشهور گردید. اپشتین به آن متهم می شد که دهها دختران نابالغ را تجاوز کرد. با آدمان با نفوذ، سیاستمداران، سرمایه‌داران، شخصان مشهور رابطه داشت.
соли 2019 дар Нью-Йорк боздошт шуд ва интизори мурофиаи судӣ буд. рӯзи 10 августи 2019 ӯро дар ҳуҷраи зиндон мурда ёфтанд. марги Эпштейн худкушӣ буд ё дигар, то ҳол касе намедонад. аммо дар ҷомеа назарҳои зиёд ҳастанд, ки ӯро куштанд, то баъзе одамони калон ва ҷурму ҷинояти онҳо фош нашавад. бо вуҷуди ин, аз нигоҳи қонунӣ маргаш худкушӣ ҳисобида мешудааст. чаро ин қазия имрӯз расонавӣ шуд ва муҳим аст? қазияи Эпштейн рамзи фасод дар доираҳои қудрат аст. беҷазо мондани шахсони бонуфус ва мушкилоти ҷиддии ҳифзи ҳуқуқ шудааст. ин парванда то ҳол дар ҷаҳон ҳамчун яке аз асрорноктарин қазияи асри 21 баррасӣ мешавад. то вохӯриҳои дигар, қазоват ба шумо.